خودداری آزمایشگاه‌ها از دادن نتیجه تشخیص تستی به گرفتاران کووید 19 نگرانی افراد سیرویدیده را بیشتر کرده است. آنها میگویند پزشکان با هر بهانه نتیجه تشخیص را نمیدهند و با این حقوق بیماران را پایمال میکنند. ادعایی که مقامات رد میکنند و میگویند سیروید شده ها با SMS پیامک آگاه کرده میشوند. با گفته حقوقدانها بهتر است نتیجه تشخیص به بیماران در شکل اصل داده شود. دلارام نامی مستعار یک ساکن شهر دوشنبه است که پس از شفا یافتن از کووید 19 3 هفته است نتوانسته است نتیجه تشخیصش را از آزمایشگاه گیرد. وی در یک شرکت خصوصی کار میکند و میگوید وقتی برای نتیجه تشخیص به آزمایشگاه مراجعت کرد برایش گفتند که آن را تنها به طبیب عائلویش میدهند، اما در درمانگاه یا پلیکلینیک محلی زیست به او گفتند آنها تا هنوز نتیجه تشخیص او را نگرفتند و نمیتوانند در ورقه کارناشایمی او را همچون نفر سیروید شده به کووید 19 بنویسند. مثل دلارام افراد زیادی که دهشت کووید 19 را از سر گذرانیدند شکایت میکنند که برایشان نتیجه تشخیص ها را نمیدهند، اما مقامات میگویند SMS پیامک درباره نتیجه مثبت کافی است. دلیلی که به گفته حقوقشناسان نمیتواند کارفرما را درباره صحتی کارمند قانع کند. سعیده عمرزاده معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان 28 می به رادیو آزادی گفت جوابایی که مثبتن طریق SMS افشینی و یا به مثبت‌هاش روانه میشوند، منفی‌هاش جواب نمیدن. وقتی که مثبت البته به روان میکنن. شکایت گرفتاران کووید 19 از دسترس نکردن نتیجه اصلی تشخیص در حال افزایش می‌یابد که حقوقشناس ظفر قربانوف میگوید این مشکل میتواند بحث‌های کارگر و کارفرما را بیشتر کند. با گفته این همصحبت ما برخی بیمارانی که بعد طبابت به کار برمیگردند از آنها نتیجه تشخیص طلب می‌شود که آنها در دست ندارند. این وکیل دفاع در مراجعتش در شبکه‌های اجتماعی از وزارت‌های تندرستی و مهنت خواسته است این مشکل پیش آمده را شرح دهند. قانون‌های تاجیکستان خودداری از دادن دلخواه معلومات در مورد تشخیص‌های نفری بیمار را از سوی طبیبان و مؤسسه‌های طبی را منع کرده است، به استثنای حالت‌هایی که دانستن نتیجه تشخیص می‌تواند بر روان و صحتی بیمار ضرر رساند. اما به گفته حقوقدانها نتیجه تشخیص بیماری کووید 19 که الکی اکثر مردم از عاقبت‌های آن آگاه هستند نمی‌تواند باعث پنهان کردن سند تشخیص بیماری باشد.